با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان گرامی. آقا با یه ویدیوی جدیدی براتون اومدم که طرف امروز صبح به ما مراجعه کرد و گفته که همش 1 ماه 2 ماه لاستیک گاید رو عوض کرده یا همون لاستیک سپاب، خب یا کاسانمدای ساق سپاب رو الان همش 1 ماه عوض کرده، ولی دود آبی اصلا قطع نشده که اول صبح ماشین که سرد هست تا 30 ثانیه دود آبی داره بعد قطع میشه که سرسلند رو باز کردیم و دیدیم متاسفانه از این نمونه واسه یورو 4 استفاده کردن که این نمونه ها فقط واسه پراید عادی و اچ بی استفاده میشه. همینطور که ملاحظه میکنید اصلا دهنشون فرق میکنه.